سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما دوستان و عزیزان در بخش آموزش مهارت. امیدوارم لباس عافیت بر تن داشته باشید و باز هم در این قسمت برنامه با ما همراه باشید. دوستان گرامی، ما فعلا یک بشقاب در اختیار داریم که روی این بشقاب 3 تا LMB وصل است. یکی هاتبیل، دومی یوتلسات، سومی نایلسات. و ما میخوایم LMB چهارمی را وصل کنیم روی عربسات. شما نگاه کنین، فعلا ما یک فاینر در اختیار داریم و یک ستلایت و همچنان تلویزیون. ما فعلا روی همه ماهواره هستیم و فعلا میاییم روی عربسات. عربسات اینجاست. بعدا شما نگاه کنین، روی زیافلام میاییم و بعدا میریم روی مینو و روی نصب آنتن میاییم. بعدا ما LMB را سیمی فاینر را به LMB وصل میکنیم و فعلا ما میبینیم که در کجا سیگنال میده. ما در اینجا نگاه کنیم، سیگنال داد. الان ما LMB چهارمی را اینجا وصل میکنیم. نگاه کنیم. بعدا استاندارد این حدوداً 13.5 سانتی 13.5 سانتی میه. و بعدا نگاه کنید، الان روی 49 الی 50. ما الان از مینو خارج میشیم و میایم روی اصل صفحه. ما الان زیافلام و همچنان کانال های BBC، منوتو و اکشن ها را و هم خلاصه تمامی عرب ما گرفتیم. و این بود بخشی که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد و ما در برنامه های آینده باز هم روی بخش های دیگه ماهواره کار میکنیم که جهت های دیگر را برای شما آموزش بدیم و این برنامه ما به همین منوال ادامه داره. امیدوارم مورد توجه و دلچسبی شما قرار گرفته باشد و استفاده خوبی از آن نمایید. تا برنامه بعدی، خدا یار و مددگارتان.